یعنی همون محصیات رو کشیده پایهات رو بشو خانه کمتر بوی کردیسته. شوکت ببین پسرم، اگر گفتنی این سخنها رو دوام دادن گیری رفته در پشت در دوام گپت رو بیزن. پسرم کار کردنم در کار، تو نمیفهمی مرا. آخر تیاری دیدنم در کار، جماعت تشنه امری معروفی باید منن. مفاصل آخی خب کردن میتوانی؟ ماما میقد یک بار دیگه گوزنم او پدر. بله انا گپی خوب. کلاس خوب که باشد بلند بخون مورم بفهمی. تمام بسیار حکمت خوب. بسیار انسان ها رو دیدم که در تن لباس ندارن و بسیار لباس رو دیدم که در درونش آدم نبود. خوب برادر ای چه سخن بود؟ بچه‌ت 7 شب سخنگوی این سخنها رو کی گفته باشد؟ مولانا؟ او کیه؟ ای شوکت، این مور با همه حالت مولانا رو نمیدونی کیست؟ ای بخدان نشناختمش برادر. ایچ که یکون خش تبوری تای من. ای برادر در بد نگاه نکن. آخی فهمون ما هم فهمیم که این کی است. تمام مولانا خب کن. خیلی ما را میفهمیده من مولانا کی است؟ برادر مولانا شخصی اسلامدان است. تمام برای ترقیات این دین بسیار یعنی کارهای مهم کرده است. اکونومیست زور بود؟ اکونومیست نه دیوانه، حدیث دان. حدیث دان؟ حدیث چی است؟ ای شوکت، تو از هجری هم گذراندی. 1 سوال 2 سوال بس بودگیست. ای برادر به یک سبق آموختن بسیار ثواب خوب دارد. فهمون که این چی است و کی است. پس جناب شوکت خسته رو ششته به مسجد جامعه رو، یعنی من امر معروف دارم، گوش میکنی و یاد میگیری. من با تو از سری نو موضوع رو نقل نمیکنم. وای ما برای امر معروفای تو بلیت گرفته در نوبت ایستادم در کار. تمام شوکت تمام. من یک تون کار دارم، دوی خطبه جمعه و دوی دسترخوان رو از خود باید کنم. کارم بسیار مشکل است. برادر راست گپ کم ترک دیگر بخون، وظیفه مفتی رو میگیری. من پرودوسرت میشم. یک بنری کلان میکنم مینویسم کلاسی مفتی. بس کن بس. تمام برادر کارت رو بحضور کن. خدا ذهنت رو برو گرداند. آمین برادر. خدا با تو عقل دیه، تو که با عقل شوی برادر. کی باشد؟ با فکرم بوجد اومد. خب کن، سرم رو ویران نکن. کنی پرس کی است؟ کیست؟ Can I ask something? Excuse me? Where can we eat donuts? سامبوسا؟ سامبوسا. شما از کجا دانستید که من سامبوسا فروشم؟ این رو بینیده ناممون به اروپا هم رفته است. مایلشو اما من دکان رو محکم کردم اما اینجا حاضر نمیدونم سامبوسا فروش در اینجا. Excuse me, I love you. Yes? No? سامبوسا رو چیکار میکنید؟ قروتوخانه رو نشان دیم. در جایهای ما حاضر قروتو در موده است. قروتو با مزه، فتر شوربه. این تمام ملی ما است. گوش کن ای دختر، بیا رقم تلفن رو با من ده، من بگاه تو رو زنگ میزنم. به یک جای میبرم که باور که راحت میکنی. چخیر؟ I don't understand. What? من excuse me نمبر تلفن من توی زنگه. نمبر تلفنه. No. Okay. Thank you. سری زردت پشمک شفتالو بریم با نو. با هیچ گپ نه برادر. دختر رو همراهت میگیری بعد مسئله حل میشود. دختر هم بسیار کوشش دارد که همراه من گریخته رود. ای خدا جان مرا ببخش. انا گپ در کجا بود است؟ تو چی را فهمیدی؟ فهمون تو ما هم فهمیم. برادر من هر روز تو رو پر کرده به نزد دختر رمون میکردم که فکر میکردم که اون دختر نیست تو رو دوست میدارد و به تو میل بسیار دارد، لیکن اون دختر باشه در برادر جان یک بار در آینه به خود نظر کن. بسیار بینمود هستی. او برای همین با تو ازدواج ساخته برپا کرد. سختی بد رسید. شوکت دیوانه گم شو از اینجا. سختی بد رسید. اگر خواهم دختر را از قفایم میدوانم مگر نمیتوانم. چی میخندی پسرم؟ کی؟ من خندیدم؟ نه رویم رو بین. 2 ساعت شد که خیخی کرده خندیده ایستاده ای. تو فکر میکنی که من
آن دختر زردک رو از پس آن دوانده نمیتوانم. دلم نمیخواهد. برادر جان، من میدونم از دست تو کالتکیلس همه کار میآید، به همه کار قادر هستی، میفهمم. ای خدا شوکت، در عشق غیر امکان گفتنی گپ نیست. این رو در سرت جوی کن. نخند. چی میخندی؟ چی درد دارید؟ برادرم گلویم رو گرفت. روی آنت یا دروغ میگویی تو؟ گیریم اومد. گم شو، چای رو دم کرده بیاره. شاگردای معلمه بانو چی خیلی انساز هسته؟ خوب است. برای معلمتون یک خودک رمانتیکی زور تیار کردم. اکا این چیست؟ خودک پر از عشق و محبت. تمامی خیلی که باشد. همیشه البته توگریه. حاضر بچه ها گوش کنه. معلمه خوشروچهتون از کو؟ یک مکتوبی عاشقانه با انگلیسی نوشته برده با خودک دادن در کار. رومانتیکی. فکرم چی خیلی؟ عجوی. زورای. بهترین. آفرین. یعنی از ما چی میخواید اکا؟ اگر شما گویید که انگلیسی رو نمیدونیم، من رفته باز یکم که دیگر رو میابم مینویسم. برادران خیلی میرویم. کیس اگر شو باور کنه شیروی نری همین دانشگاه شمایید برای همتون یک هفته خودکی به پول میدیم. اکا لازم نبود خیلی. بیاین ایپای کار میشه. بیا نویسیم اکا. حاضر. چی می نویسیم اکا؟ هر چی که از دلم برآمد. عشق معلمتون شاعرم کدای. همین خیلی. بله. در عشق بانو شوکت زد بزانو. فرق کرده میتونه چقدر رومانتیکی شاعرانه نویسیم اکا که وقت کم مونده است. بله. from نه این نیست، تنها from چخیل حرفی نیست. نیست. کنی تلفظ کن. from فرام فف ایره فهمیدین؟ اخیر اکا. این زبان نیست که نوشته را همون خیلی خوانیم. اکا این زبان نیست که خیلی بخونیم خیلی بنویسی. یک کاغذ حیف کردین. فرام. باز نویسیم فرام from ها. شوکت. در انگلیسی شوکت اول می آمده بود. شوکت. تمام. تو اکا این خیلی نه. تا یعنی تو با او می نویسیم تو تا. ای بچه مسخرم کردیستی. تو میگویی با تا بنویس میگی؟ گفتم که نویس. چی نویسم؟ تا. در انگلیسی بیل میگفتن و توت مینوشتن. تا دومش بانو به هستین؟ آنو ایها اکا چرا خودت رو با انگلیسی غم میدی؟ خودت رو بسیار عذاب نده. توجیکی نویس. زبان انگلیسی هم زبان نغز است. نه همه خیلی. انا چیز ویت یعنی در اینجا با دو و نوشته می شود. میدونم ده بیلیون خودم میدونم. هی اکا در آخر بچه حرفو را چی قجیقی لختی سین های؟ ویت گفتین ویت نوشتم حرفی هیچی در کاره دیجا. یعنی همین خیل ویت لو رو میدونم. اولین جمله که آموختیم I love you بوده. لو می نویسن ترجمهش بینیه گوشه. کنی بینم؟ تغریه. بسیار زیبا. با این دل ارتق رو هم به دست آورده میتونی. تشکر. این برای بانو جان است. اکای شوکت یک رسم دلکش بسیار عاشقانه می شود. اکا دل مهم است. بگذار همین طور نه؟ معنای دوست داشتن رو دارد. بگذار. از راستی بکشم. گذار اکا. بس است من آدم کلانم طلبه نیستم که باز مزه معلمت رو نگریزم. حتما گذار. اکا رومانتیکی می شود. مایلش سخن شما را به زمین نمیگذارم. کنی بینم چه خیل شده؟ در بینش یه نیزه کشم. بسیار زیبا شد. میگم شوکت جمعی بانو برابر لوی نویسم 3 سال توقیدی نمیگیرم. سوپر. بله. اکنون نوبت شما رسید. از ما؟ از شما این خودک رو به معلم جانتون برید. ایها بیا این رو ما نبریم اکا. ای صغیرو یک هفته خودکی به پول میخری همین را فکر نمیکنی؟